برای راه اندازی یک سایت میتونیم از انواع هاست استفاده کنیم. هاست‌های دایرکت ادمین، هاست‌های سی پنل، هاستا و سرورهای مجازی، سرورهای اختصاصی و انواع هاست ها و سرورهای مختلف. اما اگر سایت ما جنبه دانلودی داشته باشه، یعنی فایل های زیادی رو قراره رو هاستمون قرار بدیم و دانلود بشه، در این صورت پیشنهاد ما استفاده از هاست دانلود یا هاست فایل هست. چرا که شما اگر تمام فایل هاتون رو هاست اصلیتون آپلود کنید، خیلی سریع اون فضای هاستتون پر میشه. هزینه های این هاست های معمولی که برای خود سایت راه اندازی میشن خیلی بالاتره و ممکنه که حتی سرعت سایت شما رو هم کاهش بده، چون فضای هاست رو درگیر میکنه و پر میکنه. بنابراین پیشنهاد ما استفاده از هاست های دانلود. اما هاست های دانلود چیه؟ هاست های دانلود فضا و هاست هایی هستن که میتونن میزبان فایل های دانلودی شما باشن. یعنی شما میتونید با حجم بالا از 100 گیگ به بالا هاست دانلود داشته باشید، تا چند ترابایت هم میتونید از هاست های دانلود استفاده کنید و به راحتی فایل هاتون رو اونجا آپلود کنید و لینک مستقیمش رو تو سایت خودتون استفاده کنید. این هاست ها معمولا مقرون به صرفه هستن، دیتابیس ندارن و با یه قیمت خیلی مناسب میتونید تهیه کنید. پس اگر شما هم سایتی دارید که قرار فایل های زیادی رو تو اون سایت قرار بدید و به فروش برسونید یا برای دانلود رایگان قرار بدید، پیشنهاد ما استفاده از هاست های دانلود هست. اگر میخواید پلن های هاست های دانلود سایت ها زرین رو دریافت کنید، تو دایرکت بهمون پیام بدین تا پلن ها براتون ارسال بشه.